الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز اهل توحید، بارک الله فیکم. باذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 19 از شناخت خوارج و کشف شبهات اونهاست و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه باقی مانده از عقیده های خوارج جدید را به صورت عمومی بیان میکنیم. این قسم دوم از بیان اعتقاد عمومی خوارج است. ما در حلقه گذشته تقریبا 9 یا 10 عقیده خوارج های جدید را عمومی ذکر کردیم. حالا باقی مانده را، ولی عقیده های در حلقه گذشته عمومی ذکر کرده را زود به شما مختصر میگیم. ما گفتیم اولین عقیده خوارج جدید این چی است؟ بے پروایی در تکفیر، زود تکفیر کردن به جرأت بدون مناط، در خصومت تکفیر کردن و غیره. دوم عقیده اینها اصل مردم میگن این کفر است. حتی اصل مسلمان ها را، منطقه مسلمان نشین را، اصل همه را کفر است میگن، اما کفر است. هر مردمی که حاکمش مرتد شده باشد، این مردم هم مرتد و کفر است. تکفیر کردن هر کسی که یک به یک مرتدها را تکفیر نمیکنه. تکفیر کردن کسی که جماعت اینها به بیعت نکرد یا از قبول نکرد به جماعت اینها داخل نشد. یا ششمینش این که تکفیر کردن هر کسی که به مجاهدها می جنگد. یعنی غلو کرده ها فرق نمیگذارند بین مرتد شده و بغات. ما در این مسئله حلقه گذشته به خیلی زیاد صحبت کردیم، قصه ها را آوردیم. در نزد اینها اصلا موانع التکفیر، شروط التکفیر وجود ندارد و در مسئله اینها اصلا عذر بالجهل از موانع التکفیر نیست. ما خیلی در حلقه گذشته شرح دادیم. عذر بالجهل گفتیم در مسئله اصل دین این جهل عذر نیست. در مسائل ظاهر یا معلوم الدین بی ضروره تقسیم می شود، حالتهای خود دارد. بعضی حالت جهل عذر است، در 3 حالتی که باده نشین نشد در بین کفار و نو مسلمان، در غیر این جهل عذر نیست. اما در مسائل خفی مثلا عذر است. تکفیر میکنند بدون نظر کردن به ضوابط التکفیر. نهم عقیده اینها را گفتیم فرق نمیگذارند بین تکفیر مطلق و تکفیر معین و در این مسئله ما در حلقه گذشته به شما بیان کردیم. من فکر میکنم تو همینجا ما در حلقه گذشته به شما صحبت کردیم و الحمدلله یعنی هر یکی اینها رو کم کمی به شما بیان کرده، فهمونیده، کم کمی بیانم کردیم از عقیده اهل سنت. مختصر مفید بیان کرد. زیرا در بعضی حالات باور بکنید مختصر مفیدتر است نسبت به اینکه طولانی تر باشه. مهم این که معلوم و یک واضح باشه. اکنون شروع میکنیم به درس امروزه. 10مین اعتقاد خوارج جدود این است که تکفیر به شبهه میکنند بدون ثابت شدن از یک نفر معین، یعنی بدون اینکه یک نفر معین واقع به کفر شده باشد. انیق نیست یک نفر معین به کفر واقع شدنش، انیق نیست، حالی معلوم نیست، اما شبهه وجود دارد. شبهه وجود دارد که فلان آدم کفر کرد. شبهه وجود دارد که فلان آدم یکی از نواقض اسلام را انجام داد، اما این شبهه است. شبهه معنیش چی است؟ یقین نه. یعنی 100% کسی ندید، 100% کسی نمیتواند بگوید که این در حقیقت واقع شد. گمان است. مذهب خوارج های جدید همچنین تکفیر میکنند. تکفیر به شبهه بدون ثابت کردن این که یک آدم معین واقع انیق دقیق یقینا به یک کفر شرک اکبر واقع شده باشد.
برادران عزیز، منهج اهل سنت و الجماعت برای شما واضح است، به هر یک اهل سنت باید واضح باشه. شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله گفتند، شیخی که در کتاب در رسنی اومده است، به همه علمای نجد پیش از این علمای سلف قرآن و سنت بیان میکنه. کی؟ شیخ الاسلام میگن کی نحن لا نكفر بالظن شبهه، ما یگان نفر را با گمان و با شبهه تکفیر نمیکنیم. اینما تکفیر بالیقین، همانا که تکفیر با یقین کرده میشه. ما به شما یک رساله رو نوشته بودم، یا ترجمه بود یا نوشته بودیم، بالاخره قولهای علما در اونجا هست. شروط تکفیر معین به خود شرط دارد و در حلقه گذشتم ما در مسئله این که خوارج‌ها فرق نمیگذارند، تفریق نمیکنند بین تکفیر مطلق و تکفیر معین صحبت کرده بودیم. اینم یکی از اونها است. در اونجا هم گفته بودم، امروز هم بار دیگر تکرار میکنم. اهل سنت و جماعت میگویند که هر کسی که قبر عبادت کرد مشرک است. هر کسی که یک نمود عبادت را بغیر الله صرف کرد این کافر است، مشرک است. قبر برفت، طواف کرد، دعا کرد، سجده کرد، یک آدم به سجده کرد، دعوای علم و غیره و غیره، مراجعه به محکمه طاغوت میکنه. هر کسی این کارو کرد کافر است. اما وقتی که یک آدم معین کرد، اولین چیزی که ما باید بدانیم، آیا همین آدمی که ما تکفیر میکنیم، همین یک انسان معین، انا همین کفر اکبر و شرک اکبر را انیق واقع شد یا نشد؟ تا زمانی که ما انیق یقینا یک آدم معین را در کفر اکبر و شرک اکبر نبینیم، واقع شدن او را ما ندانیم، به گمان، تخمیناً، 50-50 به نظرم فکر میکنم که گفته آدم مسلمانی که اسلامش ثابت است او را ما کافر نبینیم. این منهج اهل سنت معلوم است. شیخ الاسلام ما به گمان، تخمیناً، به شبهه تکفیر نمیکنیم، ما یقینا تکفیر میکنیم. یعنی انیق و دقیق یک آدمی که کفر اکبر کرد، یک آدمی که واقع شد به شکننده اسلام، انیق و دقیق فهمیدیم بعد تکفیر میکنیم. بارک الله فیکم. در اینجا یک مسئله هست که مثلا برادرهای موحد میگن که فلان انسان رو ما 2 نفر 1 نفر دیدیم که فلان کفر کرد، شرک کرد، یعنی شرک واضح. ما به این آدم مسلمانی موحدی عادل باور میکنیم. یک عقیده جهمیگی هم در همین مسئله تکفیر معین وجود دارد که مثلا امروز بعضی از طالب علم های گمراه جهمی رو، بعضی از کفار مشرکین علماء و طاغوت رو ما میگویم که انا این انسان فلان سخن گفتگی است، فلان کتاب دارد، فلان خدمت های کفری میکند، یعنی 100% به کفر و شرک اکبر واقع شده است. و این طالب علمان یا این جوان های جهمی شده، این جهمی ها چی میگن؟ ما میگه تا زمانی که خودمون نبینیم باور نمیکنیم، اما خودش برای دیدن حرکت نمیکنه. این یک طریقه نو، یک استراتژی نو، یعنی یک منهج جدیدی شیطانی مدخلی این خوبسای جهمی است. به خاطر انکار تکفیر معین، پیشگیری از تکفیر معین، یعنی کفری یگان این کافر شده ها رو قبول نمیکنن، اقرار نمیکنن، یعنی نمیگن که بله این کفر واقع شد. وقتی که دیگر مسلمان ها به این جهمی ها اثبات کرد، میگن که من تا خودم نبینم باور نمیکنم. و عجایبات اینجاست که خودش هرگز برای آموختن همون مسئله رو انیق کردن حرکت نمیکنه، خودش نادونی به زده میگن. این خیانت است و این والله مذهب جهمی های هست که میخواهند که تکفیر معین رو انکار کنند. یعنی یکی از روش اونها است، آخرین روششون است. به دلیل نمیتوانند، به حجت روبرو شده نمیتوانند، تکفیر معینه انکار کرده نمیتوانند، لیکن در آخر انام خیلی. برای همین در بین موحدین هم بعضی جهمی ها هست، موحدین میگن که فلان عالمی که تو عالمش میگویی آذری است، فلان ویدیوش انا 10 نفر دید، او میگه که نه،
من ندیدم، من او را عذر نمیگم. تمام همین یگان نفر قبول نمیکنه. بله هیچ باکی نداره. در این مرحله گفتیم صبر میکنی، به او سخنش روان میکنی، کتابش روان میکنی، رولیک صداش روان میکنی، گوش نمیکند. من ندیدم، میگه من وقت ندارم. یعنی بازی میکند به اعتقاد اهل سنت. این جهمی خوب است رو خوب شناسید. از جانب دیگر چه خیلی گفتیم خوارج ها باشد. خوارج، جهمی و خوارج در این مسئله تکفیر معین به همدیگر چی ضدیت دارد؟ جهمی کافر انیق، یک آدمی که به کفر اکبر واقع شده را دیده و دانسته مسلمان میگوید. سکریت جهمی ها خودش به نادانی میزند. نه من ندیدم، من نفهمیدم. این سکریت جهمی های هیلگر مکار در بین موحدین. اما جهمی های آشکار کفر اکبر کرده باشند، جهل شوزر است، تقلیدوزر است، نفهمیدین آن مسلمان میگه. اما یعنی جهمی کافر معینی انیق و دقیق 100% را مسلمان میگه. خوارج یک مسلمانی که اسلامش ثابت است، شهادتن و نمازش ثابت است، از او کفر اکبر و شرک اکبر را انیق ندید، دقیق ندید، یقینا ندید، فقط گمان میکند، شبهه میکند، به شبهه تکفیر میکند، به سخنهای مجمل، به شبهات، تخمینن، گمانن آدم معین تکفیر میکرد. این منهج خوارجی است و شما باید احتیاط باشید برادر عزیز. در همه حالت این خیلی خطرناک است که یک آدمی که مسلمان است. سخن شیخ الاسلام امام محمد البربهاری رحمه الله، محمد البربهاری در کتاب السنه شرح السنه البربهاری میدونید چی گفتند؟ لا نخرج احدا من اهل القبلة من الاسلام، یگان نفری را از اهل قبله، یگان نفری که از اهل قبله است از اسلام بیرون نمیکنیم. یگان نفری که اهل قبله، یگان نفر از اهل قبله را از اسلام بیرون نمیکنیم. اهل قبله گفته کی را میگن؟ کسی که شهادتن رو گفته، نماز میخواند و زکات پولش باشد میدهد. عادتا شهادتن و نماز علامت اسلام ظاهرا، و از او کفر اکبر و شرک اکبر دیده نشده. او را کفر اکبر شرک اکبرش رو کسی ندید و به کفر اکبر شرک اکبر مشغول نیست، شهادتن و نماز خوانده است. اهل قبله نمین است. کسی که کفر اکبر شرک اکبر نکرده شهادتن دارد و نماز دارد. هیچ کس حق ندارد که انمین نمازخوان شهادتن گفته و نمازخوانی که کفر اکبر شرک اکبر او را کسی ندید از اسلام او را بیرون کرده کافر یا مشرک گوید. اما تا زمانی که کفر اکبر شرک اکبر کنه، وقتی که یگان نمود از کفر اکبر را، یگان شرک اکبر را، یگان نواقض اسلام را انجام داد، یک آدمی که اهل قبله بود، نماز میخوند، روزه میداشت، شهادتن میگفت، از دو کفر اکبر شرک اکبر دیده نبود، این اهل قبله. اما از همین انسان ذبح لغیر الله دیده شد، انکار آیات الله دیده شد، مراجعت به محکمه طاغوتی دیده شد، حکم به حکم غیر الله دیده شد، لشکر طاغوتیش دیده شد، طواف به غیر کعبه و در گرد خود دیده شد و دیگر از شرک و کفر دیده شد. این انسان رو در این حالت ما چی میگیم؟ واجب علیک ان تخرج من الاسلام، به تو فرض است، واجب است که این از اسلام بیرون کنی، گویی که این کفر است، به شرطی که یقینا دیدی که در حقیقت همون کفر کرد، شرک کرد. تخمینی نیست. اما خوارج ها چی میگن؟ تخمین. اما اگر یک اهل قبله کفر شرک از او دیده نشد، این مسلمان به اسم است نه به حقیقت. یعنی این ظاهرا مسلمان است، حکم اسلام در این دنیا جاری است، از باطن او ما بیخبریم، به الله میسپاریم، در روز قیامت معلوم میشه که حقیقتا مسلمان است. یعنی گپ درباره احکام میره، مسلمان ظاهری، حکمی، اسمی. این بود دهمین اعتقاد بدی خوارج ها که امروز ناگفته نماند که در بین بارک الله فیکم جوانهایی که امروز هستند خوارج نیستند، تا به حال خوارج نشدند. از سبب اینکه جاهل هستند در این مسائل، موحد هستند و لیکن در این مسائل جاهل هستند، بی‌پرواگی در تکفیر میکنند. انا همین چیز وجود دارد، خطرناک است.
شیطان لعین الرجیم یک سیستم را ساخته است، گذاشته است، یک منهج را که آدم ها تا توحید فهمیدن جهمی، قبر پرست، جهمی، بے پروا بدین. بعد از توحید فهمیدن شیطان اونها را به کمتر غلو، کمی غلو کننده به همین حالت گمراه میکنه. خیلی که ما صدها بار گفتیم برای شیطان مهم نیست که تو چگونه گمراه میشوی، مهم این است که فقط تو گمراه باشی، خود جهمی شو خود خوارج شو، مهم این که اهل سنت نباشی. برای این بعضی برادرها پیش از توبهشون، پیش از موحد شدن جهمی بودن، بعد از موحد شدن میبینید که در باب تکفیر پروا ندارد، کمی زیاده روی میکند، به شبهه تکفیر میکند، احتیاط گفته تکفیر میکند. منهج خوارج است احتیاط در تکفیر. این منهج یکی از عقیده دیگری خوارج است، یعنی من باب احتیاط تکفیر کرده میماند، یعنی میگه که بناگاه من حاضری نشوم، بیا من باب احتیاط کافر میگم. والعیاذ بالله این ضلالت است، منهج خوارج است. من باب احتیاط یک مسلمان شبهه کرده احتیاط میکنم خودم دینم من اینا تکفیر کرده حاضر به میمونم گفتن جهالت است و مذهب عین خوارج است. شما دیده استودید این معروف راسخی که 4-5 ماه چند پیش دیوانگی کرد، کفار مسلمان گفت. ما چی گفتیم در همون وقت؟ ما گفتیم در پهلوی این در عین زمان خوارج است و در عین زمان جهمی. امروز دیده شده که اون جوانهایی که دیروز جهمی بود، همراه راسخ جهمی بود، امروز خوارج گشته و صداش در همه جاها منتشر است. گروه انا همین چی نقیده داره، انا همین گفته های ما همش در منو است. شما فکر نکنید که ما فقط یک چیزی رو میگیم که وجود نداره. اگر شما نآموزید، اهمیت ندید، شما هم یک از اهل سنت به خوارج گذاشتن به آدم جاهل یک روز است، یک روز نه، یک دقیقه، یک 5 دقیقه است. آدم جاهل که علم ندارد، منهج نمیفهمد، خوارج نمیره. خصوصا جوانهایی که غیرتدار و متکبر و خودخواه هستند، یگان عالم طالب علم نظرشون نمیگیرند، اینا زود خوارج میشن. بالاخره در این هر یک این مسئله قدر زیاد صحبت نمیکنیم. 11 عقیده خوارج الجدود این است که اینها بعضی از جماعت ها را به عموم تکفیر میکنند، هر یک فرد معینش را. بله ما مثلا بیاد اول منهج اهل سنت رو ما میگیم که فلان جماعت کفری است، یگان جماعت رو. البته فرقه دیگر است، جماعت دیگر است. بسیاری ببینید درس های ما چرا دور و دراز میشد، وسیع میشد، به خاطر اینکه من میدونم که بسیاری مردم ما از نازکی ها بیخبرند، مجبور هستم که کمی زیادتر وسیعتر صحبت کنم تا که فهمند، حلقه ها زیاد میشه. بسیاری برادرهای ما مذهب، فرقه، جماعت، طائفه، فرق این کلمه ها رو نمیدونند. جماعت گوید فرقه به میبرند. جماعت مثلا ما عذر گفتیم که خوارج ها بعض جماعت ها رو بالعموم تکفیر میکنند، در حالتی که انا همون کفر در هر یکی نفری اونها وجود ندارد. بالعموم میگن که فلان جماعت کافر، هر کسی که در اون جماعت کافر است. در اون جماعت مثلا 100,000 آدم است، همیش کافر است. در حالتی که بله این جماعت کفری است، اما در درون این جماعت بعضی آدم ها است که از این کفر حالی بیخبر، حالی نو این و آن موحد از حالت جماعت بیخبر است. اگر فهمت براعت میکنه، حالت ها دیگر است. این عقیده اهل سنت است، جدا میکنند. جماعت مذهب نیست، گپ درباره مذهب نمی رود. مثلا رافضه این یک مذهب نیست، رافضه یک فرقه است، یک فرقه، یک طائفه ای که اینا ما میگیم الرافضه تو کفار. وقتی که گفتیم رافضه ها کفار است، هم عموم به هم عین است، هم رافضه های عامش هم عینش کفر. الجهمیه تو کفار، هم عامی جهمی هم عینی جهمی. ما وقتی که عموم میگیم که جهمی کفار است، هم عامش هم عینش، هر کسی که جهمی است کفر است. برای که این جماعت نیست. جهمی وقتی که میگیم ما جماعت نگفتیم،
ما یک فرقه رو گفتیم که هر کسی که اعضای این فرقه است این کافر است، زیرا که پس عقیده این فرقه را دارد. تو عقیده این فرقه را ندارد، از همون فرقه نیست. هر کسی که عقیده جهمی را ندارد جهمی نیست، هر کسی که عقیده جهمی را دارد جهمی است، کافر است. هر کسی که عقیده رافضه را ندارد رافضه نیست، هر کسی که عقیده رافضه را دارد رافضه است، کافر است. هر کسی که عقیده حزبی را ندارد حزبی نیست، هر کسی که عقیده حزبی را دارد حزبی است، کافر است. اینها فرقه ها هستند یا طائفه ها بگیم. و حالت مذهب با دیگر است. اگر از نظر مذاهب فقهی گوییم، مذاهب فقهی هرگز به کفر نمیرد. مذاهب فقهی اختلاف اجتهادی، فقط سختترین درجه به بدعت میرد. در اختلاف فقهی سختترین درجه بدعت میرد. اما جماعت چیست؟ جماعت یک گروهی که مردم رو جمع میکنند و این جماعت به خودش راهبرها دارد، یگان قصد دارد، یگان حرکت، یگان قصد معین دارد. این جماعت به خودش بعضی شرط و شروط و فکرهای اندیشه ها دارد. به این جماعت هزارها آدم می روند. بعضی آدم به این جماعت دیده و دانسته و فهمیده و بعضی آدم در این جماعت هست اما بیخبر است از این جماعت. این فرقه نیست. گپ درباره فرقه، طائفه، مذهب نمی رود، جماعت می رود. به مانند جماعت هایی که امروز مثلا وجود دارد. یک جماعت مثلا میبینید که کی شد در گرد اطراف این جماعت بعضی مسلمان اگر باشد هم یک باره توی هم در همین جستی کفر است نمیگید. میگه که در این جماعت هر کسی که فلان 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 عقیده رو دارد، فلان فلان شرط و شروط کفری اینو آن دارد، کافر است. و هر کسی که از همین باخبر است و دفاع کند، کافر است. اما هر کسی که همین چیزها را قبول نکند، براءت کند، بیخبر باشد و بخبر شده از این دور شود، این مسلمان است. گپ درباره تکفیر. اما خوارج ها بالعموم میگن. بارک الله فیکم. دوازدهمین اعتقاد باطل خوارج ها جدید این است که تکفیر به لوازم یعنی به لوازم های اقوال و سخن در حالت نظر نکردن به مناط تکفیر. یعنی من حالا سخن خالد المرز الغامدی رو میخونم. میگن که التکفیر بلوازم الاقوال من غیر النظر فی مناط التکفیر. تکفیر کردن به لوازم الاقوال یعنی نتیجه سخنت، به سخنت نه، به نتیجه سخنت تکفیر میکنند. خودی سخنت کفر نیست. همین سخنی که از دهان تو برآمد این کفر اکبره که تو را به همین سخنت کافر گویند. نه، لوازم القول خودی قول نه، نتیجه قول است. خوارج‌ها تکفیر میکنند به نتیجه قول با نظر نکردن به مناط تکفیر. مناط تکفیر هست یا نیست؟ مناط تکفیر به اصلا نظر نکرد. سخن تو نتیجهش این است، گفته تکفیر می. مثال عادی خیلی که جوانهای غلاتی که دیروز یک چند ماه پیش در یک مسئله که مسئله زمانه ما بود، بعض نصیحتی که ما کردیم ما را به لوازم القول تکفیر کردن. برادر عزیز، موحدین رو لوازم القول به خود سخن نه، به لوازمش از خودشان لوازم پیدا کردن. گفتن سخن تو نتیجهش این است، سخن تو معناش نتیجهش این میشد. تکفیر کردن در حالتی که مناط تکفیر وجود ندارد. خوارج‌ها انا همچنین تکفیر میکنند. این خیلی نکنید. بله کسایی که سخنشون مجمل است، خطرناک است، به اینها نصیحت میکنیم، اینها را سخت میگیریم، نصیحت میکنیم، قصدشون را واضح میکنیم. اما هرگز یک باره به یک سخن لوازم القول، یک سخن نافهم از خود ما لوازم القول به او سخن تکفیر نمیکنیم. سبحان الله. سیزدهمین عقیده خوارج‌ها التکفیر بالتسلسل. تکفیر تسلسلی است، یعنی تکفیر زنجیری است. سلسله به سلسله تکفیر میکنه. من نمیدونم یادم اومده است که گویا که اینجا رو ما تمام کرده بودیم. والله اعلم فکر میکنم شاید در حلقه گذشته صحبت کرده بودیم. رو تفسیر تسلسلی به یادم اومده است که ما چی
تکفیر تسلسلی یعنی سلسله به سلسله مثل زنجیر. تسلسل سلسله زنجیر است، یعنی خیلی که زنجیر رو میبینید به همدیگرش پیوسته است، دور و دراز. انا همچنین تکفیر میکنند یک انسان را بدون مناط، بدون دقیق یک فهمیدن. آدم دومی که یکم تکفیر نکرد، آدم سومی که دوم تکفیر نکرد، آدم چهارم، آدم پنجم، آدم دهم، تمام روی عالم هیچ کسی کفر نمیکنه، خودش هم تکفیر میکرد. در آخر چهاردهم علامت یا بگیم چهاردهمین اعتقاد خوارج زمانه ما، تکفیر الساکت عن المرتدین بدعوى الرضا بکفر. تکفیر نمودنی کسانی که ساکت از مرتدین هستند، یعنی تکفیر میکنند همان کسانی را که مرتد را در حق مرتد ساکت هستند. مسلمان نگفتند مرتد را، اما کافر هم نگفتند، اون جیم است. خوارج ها این خیلی آدم ها را چه خیلی تکفیر میکنند، میگه که این راضی به مرتد شد، راضی به کفر مرتد شد، خودش کافر است. خصوصا این سخن در حق علما. ببینید علماها خیلی هم حالتهای وزنین که زندگی میکنند. البته آدمی که جاهل است، علم ندارد، نه قدر علم میداند و نه قدر علما را و نه حیات علما را. علما خیلی هم در حالتهای وزنین زندگی میکنند. تمام نظر طاغوت ها، تمام دشمنان اسلام به بالای شما آدم‌هایی که علم ندارید نیست، یا به بالای ما آدم‌هایی که علم نداریم نیست. به علما انم خیلی نظر میکنند شب و روز که این چی میگوید. برای همین دین ما به علما چی میگه؟ هر وقتی که قادر هستی، قدرت داری، برای مرتدها را آشکار و واضح تکفیر کن. قدرت داری، برایت واجب است که آشکار و واضح تکفیر کنی، قدرتت هست. اما وقتی که تو قدرت نداری، تو اگر تکفیر کنی تو را میبرد 20 سال 30 سال ترمه میکند، تو را میکشد، تو را از درس ها میماند. در این حالت ساکت اگر بیستی، مرتد میدانی که مرتد است، اما جیم میستی، اما جیم میستی. اما مسلمان جیم ایستادن، ساکت ایستادن مسلمان گفتن نیست. اگر مرتد مسلمان کسی گوید کافر است، آذری است، کافر است. گپ درباره سکوت. خیلی که در این 1400 سال 1500 سالی که تاریخ این امت است، این خیلی حالت به سر مسلمان ها بسیار آمده است. یک حاکمی ظالمی که بریده واقع شده است به سر مسلمان ها آمدن خیلی میستد. البته حکم به حکم الله میکند، حکومتش اسلامی است، حکم به حکم الله رسول حکم میکند، قاضی ها به حکم الله رسول حکم میکند، اما خود حاکم ریده به واقع شده است. علاج گفتن نیست، علاج تکفیر نیست. تکفیر کردگی برده سریش زدن میگیره. انا می خلالت تو هم شدنش در تاریخ شده بود و هست و تا امروز هست. و بعضی از علمای سعودی رو ما مثال بیاریم. در جزیره عرب رو، سعودی نه، جزیره عرب میگه، علماهایی که در جزیره هستند، در این جزیره عرب در حقیقت در زیر ظلم و ستم. بعضی از علمای اهل سنتی منهجی واقعی وجود دارند 100%. اما میبینی که درباره حکومت طاغوتی امروزه یگان بار یگان چیزی نگفته است، نه تعریف نه تکفیر، به درس دادن مشغول است. البته منهج بیان میکرد در حکم بغیر ما انزل الله، در طاغوت منهجا معلوم است، گپ درباره منهج نمیرد، گپ درباره انیق یک کس تکفیر کردن. این علما رو خوارج ها میارن میگن که انمین عالم این شیخ کافر است. چی میگه؟ تکفیر نکرد، میگه مثلا مرتد بنامش، یا فلان طالبین کافر است، برای اینکه چرا فلان مرتد تکفیر نکرد، یعنی ظاهر نکرد، کفر به طاغوتش را ظاهر نکرد. تکفیر از کفر به طاغوت است. ظاهر کردن تکفیر ظاهر کردن کفر به طاغوت است. کسی که تکفیر ظاهر نکند یعنی کفر به طاغوت ظاهر نکرد و کافر است. میگه حالا که عقیده اهل سنت و جماعت در این مسئله معروف است که ظاهر کردن کفر به طاغوت در حالت قدرت، البته چه خیلی گفتیم ضرور
باید از واجبات است این چنین حتی ظاهریش. اما وقتی که قدرت و توانایی نداری، اگر تکفیر ظاهر نکردی کفر نمیشه. خوارج ها هستند که هر کسی که در تکفیر مرتدین معین تکفیر نکردن، مرتد یعنی حاکمای مرتد معین تکفیر نکردن، اینها را چی میگه؟ تو کفر میگه، برای آنکه تو کفر به طاغوت ظاهر نکرد. در این مسئله احتیاط باشید. مثلا ما بسیار طالب علم رو دیدیم که درباره مثلا طاغوت تکفیرش آرام است، ما به اونها معامله مسلمانی آرام ظاهرا، اما رفتیم بعد از این نظر میکنیم که منهج دارد، منهج جهمیگی دارد که طاغوت کافر نگفتگی هم مسلمان است، طاغوت کافر نگویدم هیچ گپی نیست، گفتن گپ، بعد از این تکفیر میکنیم خودشه همین آدم. اما یک آدم مسلمان باشد و دیدیم مثلا در مسجد ها میبینیم، همین در مسجد ها حالا ما دیدیم هزارها نفر آدم میبینیم، یا ظاهرا برادرهایی که توحید قبول کردگی رو میبینیم. آیا ما میدانیم که هر یکی همین آدم ها، هر یکی همین مثلا جوان هایی که ما دیدیم، خو از افغانستان، تاجیکستان، ایران باشد، آیا هر یکی ما دیده همین ها طاغوت کشور خودشون رو، یک مرتد کلانی رو یا یک کافری کلانی، یک طاغوت کلانی رو تکفیر کرد یا نکرد؟ ما میدانیم؟ ما نمیدونیم. ما ظاهرا به شهادتن به توحیدش بها میدیم، مسلمان میگیم. خوارج تا زمانی که تکفیر او رو نبیند ظاهر کافر میدونه، حالتش بد باشد باکی ندارد، در نزد خوارج کفر است. این مسئله خیلی نازک است و یکی از دلیل های کسانی که تکفیر بالعموم میکنن امروز تمام مسلمان های روی عالم را انمین است. میگن که عداوتش رو ظاهر نکرد، تکفیر رو ظاهر نکرد، براءت ظاهر نکرد. براءت چیست میگه بعد از او؟ میگه که این براءت ظاهر نکرد، ما از او براءت ندیدیم، کسی که براءت دیده نشد کافر است. میگه خوارج چه میگه؟ و از خوارج میپرسی که براءت یعنی چی؟ یعنی میگه تکفیر ظاهر کردن، دشمنی و عداوت ظاهر کردن، یعنی تکفیر میکنی و بعد از این هجوم میکنی، جنگ و جدال. تا همین نشود اینها خوارج ها مسلمان ها را تکفیر میکنن. یعنی کسانی که تکفیر بالعموم میکنن، یکی از دلیلشون همین است، یکی از دلیلشون هجرت نکردن است، یکی از دلیلشون منتشر شدن کفر شرک است و غیره. خیلی خطرناک است، خیلی خطرناک است. و البته کسی که علم ندارد و در مسئله تکفیر داخل شده و اینو آن میکند، عاقبتش همین عاقبتی کسی که علم ندارد در این مسئله خوارج شده است. کسی که خودش موحد میگوید و تکفیر به چنگ میزند به علمانه، عاقبت خوارجی است. کسی که علم ندارد و من تکفیر به نمیروم، الله مرا طلب نکرده است میگه و به اهمیتی میکرد، عاقبتی جهمی شده است. در این مسئله تو همون حد حدودی که الله گذاشته باید بدون. اگر دقیق و انیق نمیخواهی، وقت نداری، عمومی میخواهی، تو بدون که هر کسی که شرک اکبر کفر اکبر کرد کافر است، دیدی که شرک اکبر کفر اکبر کرد کافر است، و هر کسی که از او فقط شهادتن دیدی، نماز دیدی، مسلمان است. هر کسی رو که کفر اکبر شرک اکبر رو از او ندیدی، نماز و اسلام دیدی، مسلمان میگویی. هر کسی که نماز و کفر، نمازش دیدی، اسلامش دیدی، بعد از این کفر شرک دیدی، تکفیرش میکنی. عموم نمی قصد همین منهج به ایسته، زیاده روی نکن، خودت احتیاط کن. این به یک مسلمان عادی. اما کسایی که در این مسئله بسیارتر گپ میزنند، تو باید به نازکی فهمی. مشکلی این است که بسیاری جوان ها خواندن نمیخواهند، فهمیدن نمیخواهند، اما میخواهند که در مسئله تکفیر از علما زیادتر صحبت کنند، از علما زیادتر به درون مسئله داخل شوند، اما خواندن وقت ندارد. بعد از این خوارج نشود. اگر این خوارج نشود کی میشه؟ مشکلی همین است. و بسیار کسانی که والعیاذ بالله دیروز در منهج اهل سنت بودند به خوارجی رفتند، انمین است، عیناً انمین مشکلی است، جهالت. 15 عقیده باطل خوارج ها
که خالد المرض الغامدی حفظه الله و فک اسره میگویند تکفیر المخالف فی المسائل الخلافیه، تکفیر کردن نفر مخالف در مسائل خلافی. مسائل های خلافی هست که در اون تکفیر کرده نمیشد. خلافی گفتن کدام مثلا، یعنی آدم اگر علم داشته باشد این جمله را یک بارنده میفهمد. تکفیر نمودن یک نفری که مخالف تو است در مسئله های خلافی. در شریعت ما مسائل هست که خلافی نیست، اجماعی است، در اینجا تکفیر میشه طرف مقابل. ولی دومین نمودی مسئله ها هست که مسئله های خلافی است یا خفی است. خلافی و خفی، زیرا که خفی همیشه خلافی نیست. مسئله خفی است که خلافی نیست ولی که جهل است، ولی که بعضی مسائل است که خلافی است، یا مسائل اجتهادی، یا مسائلی که از مسائل مصلحه و مفسده. در این مسئله یک کس مخالف شما صحبت کرد در مسئله اجتهادی، در مسائل مصلحه مفسده. در این مسئله الله سبحانه و تعالی اجتهاد را اجازه داده به علما و طالب علم، اما مخالف می آید تو را تکفیر میکنه در مسئله ای که این مسئله اصل دین نیست، این مسئله معلوم من الدین بالضروره نیست، این مسئله خلافی است، یعنی اجتهادی است. در این مسئله اجازت است که اجتهاد کرده نظر کرده شود، یعنی این از باب مصالح یا مصلحه و مفسده نظر کرده میشه. دیگه بسیار مسئول. یک نفر میگه که این کار درست است، یک نفر میگه که این کار درست نیست. مثلا این مسئله اجتهادی است، خلافی است، طرف مقابل تکفیر میشد. این مذهب خوارج است برادر. بله در این مسئله یک مسلمان به مسلمان دیگر خلاف کرد. خلاف معناش این نیست که کافر شد، بله مخالف شد، بله شاید خطا کرد، شاید گناهگار شد. در مسئله اجتهادی گناهگار حتی نمیشود. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند من اجتهد فاخطا فله اجر، من اجتهد فاصاب فله اجر، من اجتهد فاخطا فله اجر. هر کسی که در یک مسئله اجتهاد میکند، مصالح امت را پیشه میگیرد و اجتهاد کرده یک مسئله را میگوید، یعنی مسئله‌ای که اجتهادش جایز است، خطا میکند در اجتهادش، اجر میگیرد، یک اجر میگیرد. اگر اجتهاد کرده سخن درست گفت، دو اجر میگیرد، اجر اجتهاد و اجر ثواب میگیرد. درست اجتهادش درست برآمد، اجتهاد کرد و خطا برآمد، خطا کرد، یک اجر یک ثواب میگیرد. اجتهاد کرد، حرکت کرده. اما خوارج آمده همین آدمی که الله به این اجر داد، الله به این ثواب داد، خوارج اینو تکفیر میکند، میگه تو مخالفی ما صحبت کرده ای. برادر عزیزم، منهج خوارجی در مسائل خلافی تکفیر کردن است. ما هزارها مراتبه به شما در دیگر درس ها بیان کردیم که تکفیر در مسائل اصول دین میشه. کسی که مخالف برآمد به اصول دین، کسی که میگه که در مسئله اصول دین صحابه اختلاف میکردن، کافر است. کسی میگه که در مسئله اصول دین اختلاف جایز است، کافر است. کسی که در مسئله اصول دین به ما خلاف میکند، کافر است. یا در مسائل معلوم من الدین بالضروره هم حالت ها از حالت ها فرق دارد، قسم حالت ها از حالت ها فرق دارد، در بسیار حالت ها مخالف کافر میشه. اما در مسائل بله معلوم من الدین بالضروره، مسئله الظاهر، یک کس اومد گفت که مخالف تو شد، نماز در دین هست، یک کس اومد در دین نیست، گفت کافر است. اگر در بین مسلمان ها باشه، البته چه خیلی گفتیم شرط شروط دارد، حالت های خودش کمتر از اصول دین، کمتر دیگرتر است. شما میدونید کسی که در فرض بودن نماز جاهل ماند، در سه حالت بودی نشینین اون دیگر است، حجت رسیدن، یا در بین مسلمان ها گردد و نماز فرض نیست، که کافر است. این یعنی حالت خودش دارد. اما مسائل خلافی تماما دیگر است. مسائل های خلافی اختلافی. ما امروز بسیار اختلاف هایی که در بین برادرها میبینیم، در بین مسلمان ها میبینیم، تکفیر هایی که در بین مسلمان های موحدین میبینیم، والله بسیاری تکفیرها ظالمانه، جاهلانه و در مسائل اختلافی است. در مسائل اجماعی معلوم من الدین بالضروره، در مسائل اصول دین تکفیر کردن نمیخواهد. اما میبینی که در مسائل اجتهادی، در مسائل خلافی، در مسائلی که از باب سیاسی مصالح و مصلحه و مفسده است، که اجتهاد اینجا هست یا نیست، این اون بعضی علما خطا میکنن، بعضی علما درست میگن. در همین مسئله اجتهاد تو
سخنی تو مخالف سخن یک او برآمد تو رو تکفیر. این منهج خوارج است. شما همچنین نباشه، جدا کنید این مسائل. اگر علم نداشته باشید اصلا به این باب تکفیر نروید نباشد. شما از کسی کفر شرک ندیدید؟ کفر شرک اکبر چخیلی ما عمومی گفتیم. کفر شرک اکبر ظاهر معلوم است، ندیدید تکفیر نکنید، دیدید تکفیر کنید، تمام میکتی گردید. اما شما نه، من در این مسئله می درایم نازک رو میفهمم، باید علم خوانده شود. آخر تو نخونی، تو تکیه کرده 24 ساعت خواب کنی، فقط به زندگیت مشغول باشی، تو چخیل در این مسئله داخل میشی؟ مشکلی خوارج همین است. در یکی از مقاله گفتیم خوارج ها این کسانی هستند که می آیند نظر میکنند به منهج اهل سنت، منهج اهل سنت نه فهمیده میتوانند و نه خونده میتوانند و هوس و خواست خوندن هم ندارند. تنبل، خوارج تنبلی، به علم، جاهلی از همه آدمی که علم اصلا خوندن نمیخواد. بعد میرود به منهج خوارج نظر میکند که در منهج خوارج اصلا آموزش علم وجود ندارد، نه شیخ است، نه کتاب است، نه آموزش است. میگه قرآن و سنت به فهم خودت فهم. میگه تمام تو هم میتونی. این بیچاره میره از زبان روسیه گرفته قرآن خوندن و فهمیده، اجتهاد کرده، گپ زدن شروع میکنه. در یک روز در مدتی 5 دقیقه یک آدم جاهلی که لبند به علم اصلا خونده نمیتواند، الف ابوگده کرده کتاب خونده نمیتواند، میرود در نزد خوارج در 5 دقیقه علامه میشود. چی است علامگی؟ میگه که همه روی عالم کافر است، تمام است. هر کسی که این گپ تو رو قبول کرد هم کافر است. ما تمام این نمی خوارجی نمی گپ است. خیلی که ما دیده شدیم خوارجی هر ملتی که میبینیم، خو تاجیک، خو از افغانستان، خو از ایران، این فارسی که است دیدیم، خو خوارجی روس ازبک دیدیم، یک نمود است، نه خونده میتوان، نه گپ زده میتوان. یک قاعده داره، میگن تو قرآن را سنت را بفهمی من میفهمی، نفهمی تو کافری. همه کافر، تو هم کافر. برادرم و خواهرم، علم نه آموزی نداره، عمومیه که تو به همین مسلمانیت ثابت است، در همین عمومی است، دایره خودت رو بدون. اما وقتی که داخل میشه و علم نداری، عاقبتت خراب میشه. الله المستعان. التکفیر بما لیس بمکفر. 16مین اعتقاد باطل خوارج ها این است که تکفیر نمودن به آن چیزی که مکفر نیست. یعنی یک آدم معین تکفیر میکنن، یا جماعت یا آدم تکفیر میکنن در حالتی که عملی که همون جماعت یا آدم کرد، سخنی که کرده شد، عملی که کرده شد، اعتقادی که هست، این کفر نیست. اما خوارج ها به یک عملی غیر مکفر، به یک سخن غیر مکفر که تکفیر میکنن. غیر مکفر است، تکفیر میکنن. این هم یک عقیده بدی خوارج است، چیزی که ما زیاد مشاهده میکنیم از خوارج. 17 اعتقاد خوارج ها تکفیر من لا یهاجر. خوارج جدید یعنی تکفیر نمودن هر کسی که هجرت نمیکند. ما به شما در حلقه های گذشته گفتیم که خوارج های جدید، یکی از خوارج هایی که در مصر، در درون ترمه های مصر پیدا شده است، از مصطفی گفتن انسان به وجود آمده. این چی بود؟ نام این جماعت تکفیر و الهجره. نامی التکفیر و الهجره. اینها دو اصول اساسی دارند: تکفیر، همه رو باید بکنی، و کسی هجرت نکرده رو. یعنی تو باید همه رو تکفیر کنی و هجرت کنی، در همین حالت مسلمانی. تو اگر همه روی دنیا رو تکفیر نکردی و هجرت نکردی، تو خودت کافری. یعنی هر کسی که هجرت نکرد میگن کافر است. یعنی این اعتقاد مصطفی شکری در درون ترمه های، زندان های مصر به وجود آمده که تقریبا 50 سال زیادتر، کمتر، پیشتر زیاد آمده و اون رو بالاخره قتل کردند و کشتن در این طاغوت ها، خیلی منتشر شده و حالا نو بعد از 10 سال به افغانستان رسیده است که میگویند هر کسی که هجرت نکند کافر است. انا همین روز جوانهایی که از افغانستان است
در گرد اطراف عبدالظاهر داعی و معرف راسخ است. تا دیروز جهمی بود همین جوان ها، حالا هم ممکن جهمی است. برای اینها مهم نیست مسئله عذر بالجهل عذر المشرک مهم نیست و به خصوص مسئله عذر المشرک در نزد اینا قدر و قیمت ندارد. اینها عذر المشرک رو میگه هیچ مشکل نداره، جهمی است. از این جانب از جانب دیگر اینا در یک مسئله سخت گیری کردند. خوارجند اینها میگن که هر کسی که هجرت نکرد کافر است. به این جوهلا سوال کنی که به کجا هجرت کند؟ امروز مسلمان ها به کجا هجرت کند؟ من نمیدونم. میگه هجرت نکرد کافر. خودت در کجایی؟ منم کافرم. میگه شما نباید که ابو محمد کمی زیاده روی نقل میکند، نقلش زیاده روی است. والله قسما بالله این سخن در همین گروه ها شناختی معرف راسخانه هست. ببینید گوش کنید. در 2 روز است، 1 روز 2 روز است که به دست ما رسید، برادرها منتشر کرد. یک نفر میگه که هر کسی که در دارالکفر است هجرت نکند کافر است. او برادر دیگری اهل سنت سوال میکرد که تو خودت در کجا هستی؟ میگه که اگر منم در دارالکفر منم کافرم. والله ما به خوارج‌های روبرو شدگی هستیم که هر روز خودشون تکفیر میکنن. 5 وقت نماز به لا اله الا الله محمد رسول الله گفته، بعضش غسل کرده بعد نماز میخواند، بعد از نماز با خودش تکفیر میکنه. حالت همین است. حالت این خوبسایی که امروز از این 4 جوانهای افغان به وجود آمده به سبب اولا بعضی از جوانهای خوارج شده، اولا 1 نفر 2 نفر جوانهای خوارج شده بوده، لیکن همین 1 نفر 2 نفر جوانهای خوارج شده افغان امروز صدها نفر جوانهای افغان را خوارج کردند. به سبب چی؟ به سبب این علمای بی منهج، بی پروا، پروا ندارد، علم ندارد، اما خودش علامه میتراشد. اما معرف راسخ و امثالش. عبدالظاهر داعی میبرد 1 مرتبه در مسئله عذر المشرک منهج نامعلوم بی پروایانه مذهب جهمیانه، از جانب دیگر در مسئله هجرت گپ میزند. خوارجانه میگه هر کسی در دارالکفر است اگر کفر به طاغوت یعنی عداوت براءت اینا ظاهر نکرد کفر است، یعنی یا هجرت کن یا تکفیرت نمیدونم عداوتت ظاهر کن، یا جنگ شروع کن یا هجرت کن. این است عقیده غلات خوارج. به این سبب صدها دیگر جوان گمراه شد. اینا خوب است. به اینها هیچ نفر نه یک سوال میدهد که تو به دین الله چگونه بازی میکنی؟ چیکار کرده ایستاده که یک قسمی دوستت اطرافت طرفدارت جهمی خالص است، مشرک است، قسم دیگرش خوارج است. کجاست اهل سنت؟ برای همین گفتند که علما یک عالم فاسد شدنش عالم فاسد شدنش است. فساد العالم فساد العالم. اصلا کسی که علم ندارد، علم منهجی ندارد، در نزد علمای اهل سنت نخوانده است، این عالم گفتن خطا است. عاقبت همین است. ما وقتی که این چنین جوانهای گمراه گشته رو میبینیم که حاضر همین افغان ها، جوانهایی که افغان است به برادرهای دیگر از اهل سنت به دیگر برادرهای افغانستانی موحدین هم صحبت کرده و مناقشه میکنند. امروز 3 نفر اینها را مابین 2 روز صدایشون به ما رسید که همش یک سخن میکرد: تو هجرت نکردی کافری، تو در دارالکفری کافری. برای چی؟ برای چی در دارالکفر باشی کافری؟ برای که تو هجرت نکردی کافری. انمین است عقیده خوارج. تکفیر می نمایند هر کسی را که هجرت نکرد. لیکن عجایبات این است که امروز مسلمان ها به کجا هجرت کرد؟ ما در علم عقیده یک مسئله داریم: هجرت کردن از دارالکفر به دارالکفر دیگر جایز است. در شرح اصول ثلاثه ما یک 4-5 سال پیش به برادرها شرح داده بودیم و باز در آینده بعد از این خوارج رو تمام کردن مراتب دیگر اصول ثلاثه رو شرح میتیم و باز بیان میتیم و در شرح 40 نووی هم در هجرت بیان کرده بود. هجرت از دارالکفر به دارالکفر. همه این علما اجماع میکنن که دارالاسلام وجود داشته باشد، لیکن مسلمان ها روند به دارالکفر برای آموختن یگان مسئله، برای تجارت و غیره
کفر نمیشه. اینا رو میبینیم که میگن کفر است. والله احتیاط شوید. یکی از اصول خوارج جدید امروزه نمین است، میگه تکفیر کسی که هجرت نمیکرد. یعنی یکی از سبب تکفیرهای بالعموم، ببینید تکفیر بالعموم به چی میگن؟ کسی که هجرت نکرد تکفیر میکنن، کسی که عداوت ظاهر نکرد تکفیر بالعموم، کسی که تکفیر از مرتدین آشکار و واضح یک به یک تکفیر نکرد تکفیر بالعموم، تکفیر بالدار و غیره. همیش عاقبت این تکفیر بالعموم است. همه این قریب 10 عقیده خوارج جمع میکنید، نتیجهش تکفیر بالعموم میشه. برای همین وقتی که ما درباره تکفیر بالعموم گپ میزنیم، رد میزنیم، در همین یک مسئله تکفیر بالعموم بر رد زدن خوارج ها همه این مسئله ها در درونش میرود. 10 مسئله در درونش جواب میده. چی به تکفیر بالعموم میکنند؟ برای اینکه هجرت نکرد. برای چی؟ برای اینکه در دور کفر است. برای چی؟ برای اینکه کفر به طاغوت ظاهر نکرد و غیره و غیره. الله المستعان. مرحبت علمای اهل سنت و جماعت گفتند خالد المرد الغامدی میگن تکفیر من لا یحج، هر کسی که هجرت نکرد اون تکفیر میکنن به خاطر هجرت نکردن. این خوارج جدود، اصول خوارج جدود است. التکفیر بكل صور موالات الكفار دون تفریق. تکفیر کردنی به همه نمود موالات کفار بدون تفریق میگن شیخ. یعنی تکفیر مینوایند به همه نمود معامله کردن به کفار بدون فرق گذاشتن. معامله ها به کفار کرده میشه. معامله هست به کفار یا نیست؟ کار کردن هست یا نیست؟ در بعض حالت یا بیاید یکی از عقیده هایی که اینجا شیخ بیان نکرده ما خودمون بیان بکنیم، در همین جا خوب می آید. در همین جا خوب می آید. صلح کردن با کفار. ما یک چند بار دیدیم که حتی بعضی برادران موحد ما، البته که این مسئله نازک است، بسیاری ها نمیفهمند، صلح کردن با کفار و مرتد شدن و کافر شدن میگه. البته صلح از نظر قرآن و سنت شرط و شروط خودش دارد، لیکن در شریعت اسلام هدنه یا این به عباره دیگری عادی بگیم صلح وجود دارد. اگر این عباره علمی نیست، صلح عباره علمی نیست، صلح یعنی وسیع‌تر است. مسالمه میگن این رو، مسالمه یا که هدنه. مسئله هدنه یا مسالمه یعنی چی؟ وقتی که یک حکومت مسلمانی، حکومت اسلامی که به حکم الله و رسول حکم میکند، میبیند خودش رو میآموزد، میبیند که ضعیف است، اقتصاد ضعیف است، لشکر ضعیف است، اسلحه ضعیف است و میآموزد او دیگر حکومت دشمنش رو که او قوی است اقتصادا مثلا یا دیگر از جانب اسلحه و غیره. در این حالت زود خودی مسلمان به این حکومت مسلمانی به نزد حکومت کافری میرود و پیشنهاد میکند که ما میخواهیم که بین ما امن و امان باشد، مسالمه باشد، جنگ نباشد. ما میخواهیم که یک دگواری به شما کنیم. دگواری برادرو این آن نه، دگواری این که ما به شما در امن و امان زندگی میکنیم، جنگ نمیکنیم. البته این وظیفه همون حاکم مسلمان، امیر مسلمان است. هر مسلمان این کار را پیش خوش کرده نمیتونه. در سیاست شرعی این وجود دارد. در تمام سیاست شرعی و مسائل فقهی این وجود دارد. اما افسوس که کودک ها این خوارج و چله خوارج و بسیار برادرای ما نمیخوان و بعد از این همین روان هستند به تکفیر کردن. مسلمان خودش از پیش خودش میرود میگه که ما نمیخوایم جنگ کنیم. کافر اگر گوید که حکومت کافری گوید که نه ما نمیخوایم که به شما دگواری امنیت کنیم، ما میخواهیم که شما به ما هر سال مثلا $1,000,000 پول دهید، هر سال به ما $1,000,000 1,000,000 یا زیادتر یا کمتر پول دهید، معلش ما جنگ نمیکنیم. همین خیلی گفتنش ممکن است یا نیست؟ بله ممکن است. یک حکومتی که بقوت است، شما جنگ سر کنید میدونید که شکست میخورید.
این سیاست شرعی است. تو آماده نشده هیچ چیز نداری، نصرت الله میتفت نبره. الله گفت فاعدوا لهم ما استطعتم من قوه. تیار میشی، تیار نباشی تو کجا میری؟ در این حالت حتی مسلمان یک حکومت مسلمانی اسلامی مبلغ میدهد، پول میدهد به یک حکومت دیگر که جنگ نکنیم، التماس کنید. آخرین مسئله ها بسیار نازک است، اما میبینید که یک برادری که مسلمانی که از علم بو ندارد به همین مسئله داخل شده. شما صلح کردید کافرید، این کردید کافرید گفته گشته است. البته صلح شروط کجا دارد؟ صلح در اساس کفر نمیشه. صلح در اساس اینه که بله ما به شما نمی جنگیم، ما طرفدار شماییم، همراه شما شده دیگر مسلمان های موحدین میکشیم. بله این ریده است. این ریده است. یعنی وقتی که شما شرط صلحتون این است که دیگر مسلمان ها را به این یک جا شده دیگر موحدین کشید. عقیده اهل سنت که برده بره، این ریده است. اما هدنه یا صلحی که فقط برای توقف جنگ باشد، شما مبلغ تید دیگر مسلمان ها آزاد باشد و دیگر همراه کفار یک تشده دیگر های مسلمان ها نکشید، عقیده اهل سنت که برده نبره، این چیزی معروف است، مشهور است. یکی از نمود معامله، لیکن الله المستعان تکفیری میاد، تکفیرتون میکنه. خوارجا میاد در این مسئله تکفیرت میکنه. اما از جانب دیگر نگفته نماند که جهمی ها انا همین مسئله رو وسیع‌تر کرده، از خودشون میگن که بله صلح کردن جایز است، میگن و بعد از این به کفار دوگوار دیگر مسلمان ها رو کشتن یا که پرچم کفری برداشتن، باز همین قانون کفری تطبیق کردن. این صلح نیست، این والات است، از زمان شدن این کفر است. این دیگر مسئله است. مسئله که ما گفتیم خوب فهمید که مسلمان آزاد است، مسلمان با حکم الله رسول حکم میکند، همیش در جای خودش است، فقط دگوار میکرد که ما با شما جنگ نمیکنیم. و حتی سالهای طولانی تا 100 سال کمتر یا زیادتر در این مسئله صلح کردن رو علما اجازه گفتن و غیر و غیره. این مسئله سیاست شرعی است. الله سبحانه و تعالی به ما روزی اگر توفیق داد ما این مسئله رو به شما بیان میکنیم. لیکن من حالا به شما تنبیه میدم، برادران رو ما دیدیم که به همین مسئله داخل شدن. به این مسئله داخل نشوید، برادر علم ندارید، این مسئله نازک است. و بعد از این مطلق هرگز این گپ نگوید که اینو دوگوار صلح کرد کفر است. این مسئله ها نمودهای خود، قانونهای خود دارد. شریعت در این مسئله نازکای خودش دارد. ما در نمودهای کفار وقتی که می آموزیم در علم عقیده چندین بار به شما سخنهای علمای سلف رو گفتیم که چی است، چند نمود کفر است. گفتیم کافری ذمی، کافری مستعمن، کافری معاهد، کافری حربی. کفرهای است که ذمی است، تو دفاعش میکنی، در زیر حکومت اسلامی زندگی میکنی. کفرهای هست که مستعمن است، یعنی از یک کشوری خودش به کشوری تو یک موقتا آمد، تو اونها به اجازه دادی در آمد، هیچ کس حق ندارد که به اینها ضرر رساند، گشته میبرد. سومش معاهد. معاهد چی گفته نگه است؟ این کلمه معاهد کفاره که به اونها عهد و پیمان کرده شد. بین شما دوگوار وجود دارد. البته عهد و پیمان شرط و شروطی که در اساس شریعت باشد، شروطی باطل نباشد، شروط کفری نباشد، شروطی که جایز باشد. همین بعضی ها صلح میگن. این صلح نیست، این عهد است یا عقد است، عهد است. اشکالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در صلح حدیبیه عهد 10 ساله بستند. وقتی که قریشی ها شکستند پیامبر رفت. همین در این مسائل احتیاط باشید. خب تکفیر نمودن اولاد مرتدین به اطلاق گفته است. شیخ خالد المرزا تکفیر اولاد المرتدین به اطلاق، تکفیر نمودن اولاد مرتدین به صورت مطلق، زیرا که بعضی کسایی که مرتد هستند ولی که فرزندشان شهادتن گفته مسلمان است، مطلق پدرت کافر تو کافر نمیگه، پدرای شما کافر به شما کافر گفتن، این عقیده خوارجی است. با راسخی جهمی بمیریم، از جانب جهمی از جانب خوارج چی گفت؟ تاجیکا تاجیکستانی ها شما پدرتون
همش اتیست و کمونیست بود، همه تو کافری مرتدی گفت. انا این چنین تکفیر، این تکفیر احمقانه جاهلانه خوارجان است. بیستم یا 21 اعتقاد خوارج جدید زمانه، شیخ میگن که تکفیر العامل فی الحکومات المرتده مطلقا، تکفیر نمودنی عمل کننده ها، عامل ها در حکومت های مرتده به صورت مطلق. برادرای عزیزم، انا اینم یکی از مشکلات امروزه، مسئله امروزه برادران و خواهران است و بخصوص خوارج ها به انمین دروازه برادرای بسیارش گمراه میکنه. این عقیده خوارج است که هر کسی در حکومت یک مرتدی و کافری کار کرد، در یکی از قسمش مطلق در همه جا تکفیر میکنه. میراب است، یک معلمی دبستانی که در اونجا غیر از تعلیم دادن حرف دیگر هیچ چیزی نیست و غیر دهقانی است، این آسان است. حتی خوارج ها قاعده برآوردند، قاعده و اصول گفتند که هر کسی که از حکومت کافری اگر اویلیک گیرد، معاش گیرد، کافر است. این انا این عقیده خوارجی است، این خیلی نیست. عملی که بذاتش منصب، عملی که شغلی که بذاتش کفر اکبر باشد، کفر است، آدم کفر نشد. عملی که بذاتش کفر نباشد، آدم کفر نمیشه. معلم های هایی که کفر شرک تعلیمات کفر میشد، معلم های است که کفر شرک تعلیم نمیدید، کفر نمیشه. دهقانی کردن که دهقانی میکنید، خود نخواهید شما دهقانی کردید، از حکومت یک زمینی رو اجاره گرفتید، کار کردید در همینجا، کفر هستید شما؟ نه، کفر نیست. در نزد خوارج کفر. همین در این مسئله هم کمی باید احتیاط شد، کمی در این مسائل کمی خیلی سخت باید احتیاط شد. الله مستعان. عقیده 22 خوارج ها جدید این است که میگن که اذا كانت الدار دار كفر او رده فمن فيها من المسلمين يعتبرون كفارا. اگر یک دار، یک سرزمین دار کفر باشد یا دار رده باشد، هر کسی که در همین دار از مسلمان ها، یعنی کسانی که شهادتین میگن و نماز میخوانند همونجا باشند، خوارج ها اینها را کفار به اعتبار میگیرند. در دار کفر یا در دار رده باشید تو کفر هستی در نزد خوارج. خیلی که امروز دیده شد. برای همین برادران و خواهران عزیزم، این بود عقیده خوارج ها. خوارج های زمانه ما، قسم سوم خوارج ها که این خوارج های جدود، خوارج های زمانه ما، خوارج هایی که خودشون موحد میگویند، ما صوفی نیستیم میگن، ما جهمی نیستیم میگن، خودشون موحد میگویند، قرآن و سنت فهم سلف میگویند، لیکن در مسئله تکفیر خوارج شدند. همه این کفرشون ببینید در باب تکفیر است. این 22 عقیده که ما حالا گفتیم، 22 عقیده باطل این عقیده های خوارجی در باب تکفیر است. 22 اصول خوارج های زمانه در تکفیر. خوارج های زمانه چخیل در کدام مسئله تو خوارج میشدی؟ یک آدمی که صوفی نیست، اشعری نیست، ماتریدی نیست، حزبی نیست، خودش اهل سنت و الجماعه میگه، منهج قرآن و سنت فهم سلف است، در کدام مسئله خوارج شده میکنه؟ در تکفیر. 22 اصول خوارج شیخ خالد المرض الغامدی حفظه الله و فک را ذکر کردن و عیناً همین اصول ها را علی ابن خدیر در کتابش متفرق ذکر کرد. عیناً همین اصول ها را در کتاب شیخ الرسائل والمسائل محمد ابن عبدالوهاب و علمای نجد در کتاب الدروس السنیه متفرق پیدا میکنه که در زمان اونها هم همچنین خوارج های غلات بود. یا وقتی که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله و علمای نجد را صوفی های غلات خوارج میگفتند و تکفیر میکردند، علمای نجد به صوفی های غلات مشرکین رد زدند به این قبوری ها و گفتند که خوارج این است، ما خوارج نیستیم، خوارج این است. گفته خوارج را بیان کرد. از اونجا من پیدا میکنه مصدر این عقیده ها را گفت و مختصر کرده، بهترین اونها جمع کرده
همه اینها رو جمع کردن، خیلی زیبا کرده. خالد المرز الغامدی است. نظر کنید به کتاب نواقض الاسلام، صفحه 130 و 131 میبینید. در باب خوارج خیلی مفید کار کردن و از این کتاب هم من استفاده بردم به شما درس رو بیان کردم و حتی از دیگر کتاب هم بیان کردیم. ما همیشه میگیم که درسی که ما به شما میگوییم از یک چند کتاب ها جمع کرده و خلاصه میکنیم، زیرا که علما بسیارتر مختصر در این مسائل صحبت کرد. آموزش احتیاج دارد. به کتاب فرق نظر کردیم، همه این فرقه ها را گفتیم، عقیده ها را. به این کتاب، به کتاب علی بن خدای علمای نجد و کتاب های دیگری که در نزد ما است. و حالا یک چند کتاب های دیگری که در مسئله الحکم بالظاهر منهج اهل سنت و الرد على الخوارج این خیلی کتاب ها است. بالاخره ده ها کتاب رو مطالعه کرده و به شما موضوع رو میرسونیم از نظر منهج. الله سبحانه و تعالی همه ما رو شما رو حفظ بکند و از اعتقادهای باطل، جهمی، خوارج و دیگر از گمراهان ما رو حفظ بکند. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب